میدونی چرا گاهی اوقات احساس میکنی غم و یأس و ناامیدی تو رو رها نمیکنه و همیشه گریبان گیرته؟ به خاطر اینکه خودت میخوای به جنگش بری. اما امروز و امشب من میخوام یک راه حل جلو پات بگذارم، اما یک شرط داره. قبل از اینکه قدم بگذاری جلو برای این راه حل، باید این راه حل رو باور کنی. این راه حل بردن غم و اندوه و یأس و ناامیدی به حضور خداست و از او خواستن که اون رو برداره. ولی قبل از اینکه این دعا رو بکنی باید بگی خداوندا من تو رو باور دارم، از صمیم قلب قبول دارم. نه اینکه با ناامیدی بری به حضورش بگی نمیدونم چرا مشکل من حل نمیشه، میدونم اگرم دعا کنم تو کاری برای من نمیکنی. اول باورهای خودت رو نسبت به خدای زنده، خدای محبت بالا ببر و بعد مطمئن باش که خداوند صدای تو رو میشنوه.